نمیدونی تو زندگی چی کار کنی و هیچ هدفی برای ادامه دادن نداری؟ خوبه تو هم مثل منم نمیدونم تا الان چه غلطی برای زندگی میکنم. پس بزن بریم رای بدیم. همیشه دماغت کیپ باشه یا همیشه آب دماغت بیاد؟ یعنی همیشه دماغت آبی باشه، یعنی همیشه از دماغت آب، همیشه دماغت خیس. گرفتی چی میگم؟ به نظرم این که فخ کنم بهتر از اینه که همیشه نمیتونم نفس بکشم. شبیه اندرو تیت. با اکثر مردمیم تا اینجا. هیچ کدوم با ننت. این سخته. یه حسی بهم میگه احتمال عفونت توی دهن بیشتر از لباس سیر باشه، ولی باز دلم میخواد که مسواکه باشه، چون مسواکه رو میتونم بشورم دیگه، نه؟ از سیب بگذر، از موز بگذر. معلوم از سیب دست میکشم، هیچ موز جای موز رو نمیگیره. موز اصلا همیشه به روی کمر بخواب یا همیشه به روی شکم؟ این سوال که خیلی دارم خود بهش جواب بدم و یکم سخته، چون من خودم همیشه کپ میخوابم. از طرفی روی شکم خوابیدن بده برای بدن، ولی باز من اینجوری به هیچ وجه خوابم نمیبره، پس نمیدونم کدوم انتخاب کنم، ولی به نظرم اونی که برای سلامتیم بهتره، پس به پشت میخوابم. ولی حدس میزنم اکثر افراد زده باشن که روی شکم بخوابن. انتظار این جوابو نداشتم. دندونات رو به فاک بده یا دماغت رو به فاک بده. دندون جلو تا دست بدی، دماغت بشکن. خب دماغو میشکن، میری دوباره تعمیر میکنی، ولی اون دندون اصلی خب یه چیز دیگه است دیگه. البته اگه دندونات خیلی داغون باشه خب یه دلیلی میشه که بری عملم بکنی، ولی خب دندونای من اونقدر بدک نیست و میدونم به تخمت نیست، قافیه رو داشتی و پشما. همه خاطراتی که امسال به دست آوردی رو از دست بده یا همه پولی که امسال آوردی رو از دست بده. این سخته. پول که امسال به دست آخه نکته اینه که دقیقاً این زمانی که این ویدیو رو دارم میگیرم بهترین خاطراتم ساختم و دارم میسازم هنوز و قرار خاطرات بهتری هم بسازم و از طرفی بیشترین پول توی عمرم رو تا حالا تجربه کردم. البته تو واقعیت منظورم از پول زیاد 60 تومن به 5000 تبدیل شده. فکر نکنی زیاد میگم. خدا رو شکر. خیلی سخته، ولی خب فکر کنم از خاطرات بگذرم بهتره، برای اینکه کلیپ گرفتم از خاطراتم، ضبطشون کردم اکثرشون رو و میتونم اونا رو ببینم دوباره و یادم بیاد. من خودم باشم میگن تمام دانش دنیا رو بدونم، چون وقتی تمام دانش دنیا رو بدونی خیلی قدرت داری، ولی از طرفی اگه تمام قدرت توی دنیا رو داشته باشی خیلی چیزها رو میتونی بفهمی که بقیه نمیفهمن، ولی من بازم همون دانستن رو انتخاب میکنم. یه دونه تتو رو روی صورتت بکن یا برای تمام عمرت موهای صورتی داشته باش. خب میتونم یه تتو کوچولو بزنم، یه دونه نقطه بزنم، تتو رو انتخاب میکنم. پشمام. همیشه برعکس حرف بزن یا همیشه برعکس راه برو. یه چیزی هست، اگه همیشه برعکس راه برم شاید بعد یه مدت بتونن بهش عادت کنن، ولی اگه برعکس حرف بزنم رمزگشاییش برای افراد دور و برم خیلی سخت میشه. ادامهش هنوز مونده ولی میره برای قسمت بعد.